خب سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو من امروز اومدم که بهتون چند تا بهترین پروفایل های بدلاین کلاینت رو براتون معرفی کنم که من اینا رو از توی یوتیوب، آپارات و چند جای دیگه به دست اینا رو آوردم که لینکشون رو براتون تو دیسکریپشن ویدیو میذارم که این پروفایل ها برای ASMR، برای ASMR یا حالا هر کار بدوازی خفن، بت فایل، مانکرافت، این کارا خیلی پیشنهاد میشه. خب پروفایل اول ما که میشه گفت برای یه آپاراتور خیلی معروف و کلین کار که خیلی کلین کار میکنه است که این پروفایل خیلی تمیزه و موشن بلور داره. و بریم سراغ پروفایل بعدی. پروفایل بعدیمون مال میستیه که من یکم نشو تغییر دادم ولی خیلی پروفایل خفنیه، موشن بلور هم داره. حالا من خیلی موشن بلورشو خاموش کردم، اینجا خیلی نمیافته تو ویدیو، کمه. خب پروفایل سوم ما مال دیویره که حتی نمیدونم چند وقت پیش آپدیت کرده بودیم پروفایلو. این پروفایل آپدیتش کرده بود که نیم تگ داره، تقریبا همه این مادها رو استفاده کرده، همه مادهایی که به درد میخوره برای بدوارز، تایم چنجر و تقریبا هر چیزی که برای بدوارز نیازه. خب ببین برای پروفایل بعدی ما هستش یه پروفایلی که نمیدونم دقیقا مال کیه. این هم پروفایل خودمه که این مال میستیه، حالا نمیذارمش اینو. این هم یه پروفایلیه که اینم یه پروفایل اینم یه پروفایلی که خیلی خودم پیشنهاد نمیکنم ولی جزو گادترین پروفایل هاست. این پروفایل فکر کنم 70k ویو خورد برای اون شخصی که اینو درست کرده بود. همین دیگه. مرسی که حمایت میکنید. من کانالم تازه است، ساب یادتون نره. خدا نگهدار.